به نام خداوند بخشنده مهربان و نهایت با رحم. خداوند را شکر بی اندازه که ما را باز هم به ماه شریف رمضان رسانیده ایستاده است. خدایا، در آمد ماه شریف رمضان تمام بیماران را شفا، تمام دردمندان را دوا، تمام گمراهان را هدایت فرمایی و تاجیکستان عزیز ما را در حفظ و امانت نگه دار. خدایا، تمام برادران غریب ما را در پناهت نگهبان باش. خدایا، درد دهنده خودت هستی و شفا دهنده هم خودت هستی. و اینک شعری که بهر رمضان آماده کرده ایم میگویم، گوش اندازه دوستانم. صد شکر خدا از نو ماه رمضان آمد، خوشنودی و پیروزی بر پیر و جوان آمد. دلها ز فرح سرشار، آزادی زی سوزی نار بر پیر و جوان آمد. این ماه صفا باشد، هم ماه دعا باشد، جان و دل ما باشد چون جان جهان آمد. فرض است عزیزی من این روزه به مرد و زن، هم زکات جسم و تن هم راحت جان آمد. از فیض تراویحش، از سبقه و تسبیحش، بوی به مشام ما بوی زیجینان آمد. بار دیگر آمدن ماه شریف رمضان را به تمام مردم مسلمان مبارکباد میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.